دوستان عزیز سلام علیکم. امروز 11 دکبر سال 2025 قرار دارم در دهه دلنشینی جماعت دهود پوشنگی ناحیه دنقره. همینجا آمده یک حالت رو دیدم که بسیار تصدیقم رو میکند که در این دهه بسیار شخص های وطن دوست هستند. الهام ساکن همین دهه الهام جان الان خیلی زمینی سنگ رو من به شما سنگ رو نشون دادم. سنگ رو الان خیلی هموار میکند و در آنجا گرمخانه ها ساخته است. در آنجا 6 تا خیلی گرمخانه دراز است که داخلش لیمون خانه است. لیمون خانه اپلسین و ماندارین از من گرفتگی است. قسم بولوگش رو میبینید در اونجا هم سنگلاخ هست، اونجا پیسته شنوندگی است. اینجا شما میبینید اینجا هم سنگلاخ هست، اینجا از انگور باغ کردگی است. تاکستان و همین آبی قطرگی در همینجا گوجایده، در همینجا گوجایده داره هم سنگلاخ ده مزدگی است. چی میگن؟ آبی زیر زمینی و همین الهام همین رو آباد کرده. داخل همین رو یک بیشت آسا کردگی است. منم باید از هر یک تمام از همین الهام و همین خیلی شخص ها عبرت گیریم و هم خیلی زمین های بیکار خوابیده را آباد کنیم. هم خیلی بیکار خوابیده را آباد کنیم و وطن خودمون رو سرسبز کنیم، بوی کنیم. کی میگه همین با کی معقول است که پولش رو برآورده در هم خیلی زمینی سنگلاخ صرف کند؟ لیکن این بچه که وطن دوست است، وطن پرور که است، دیارش رو دوست می‌دارد، آبادی می‌خواهد، همین جاها رو با همین خیلی گل و گلزارها مبادل کرده است و با همین باغ و بهشت مبادل کرده است. سنگلاخ جو رو، سنگلاخ رو منم دیاران عزیز در پناه خدا باشید. کنی به این کارهای برادرمون الهام جورا جان ما یک بهاتیت که هم خیلی سنگلاخ رو هم خیلی آباد کرده است و سرسبز کرده است و با یک دو کس سه کس ممکن جای کارم دادگی است. در پناه خدا باشید.